چگونه میتوانیم از فیسبوک درآمد داشته باشیم؟ کسانی که در افغانستان هستند این سوال در ذهن کلتان است و از ما سوال میکنید. ما در این ویدیو خلاصه براتان بگویم که جوابتان میتونم و شما تا آخر ویدیو را تماشا بکنید و به دیگران هم بفرستید. گوش کن. در قدم اول که در فیسبوک فعالیت میکنید فالوور باید بالای 5000 باشد و او را به صفحه تبدیل کرده باشید. البته فیسبوک های معمولی هم به صفحه میتونید تبدیل کنید. فیسبوک خودی ما که است اما از این جدا صفحه دارم. همین دیگه فیسبوک نرمال شخصی بود که 7 سال پیش 10 سال پیش افغانستان جور کردم او را ما گرفتم به چی؟ به صفحه تبدیل کردم. یعنی میشه مثل که اینستاگرام واریم جور میکنین که هم مردم میتونن تو را فالو بکنن دنبال بکنن و ویدیوهای کوتاه تمام چیزتون عمومی میکنین. هر چیزی که من پست میکنین عکس میکنین عموما کلگی میبینم. اول باید این کارا بکنیم. دوم بعد که فعالیت انجام دادی با فیسبوک درخواست میدی. درخواست که میدی باید توی چیزا رو داشته باشی. شماره مالیاتی متاسفانه در افغانستان کسی شماره مالیاتی نداره. آیدی کارت، پاسپورت و شماره کارت بانکی. این عزیزی بانک و فلان و بسان اینا نمیشه. اینا چون بانک های جهانی اعتباری نیست. اینا نمیشه. اینا قابل اعتبار نیست. باید پیپل و ماسترکارت دیبیت کارت از یک کسی که در کشور خارج زندگی میکنه او را باید بدی. باز با این چیز پیش میتونی بری و هر وقتی که پیسه در اکاونت چیش جمع شد در ماهانه سری موری سری تاریخ برات روان کردن میشه فیسبوک دیگه. اینالی فعلا که شما که شماره مالیاتی ندارین یکی از دوستا و رفیقایتان در خارج زنگ بزنین، کسایی که رسمی کار میکنه و به دولت مالیه میده. اونقدر شما که فعالیتایی که از افغانستان اونقدر شد درآمد آنچنان نکنید که دولت رو یخنش هم حاکم بگیره. از 1000 به بالا اگر در حساب تو پیسه آمد تو باید به دولت مالیه بدی. اگر از 1000 پایین آمد در هیچ کشوری تو نباید مالیه از این پیسه را بدی. متوجه هستی؟ فقط کسی که باید رسمی کار کنه. این تو جاب سنتری و سوسیال نباشه که نمیتونه با این پیسه را بگیره یا این پیسه را کارتش بیاره. یک دومی که آدم برای شما خدمت بکنه که شماره مالیاتیش بده، اما پیسه فیسبوک از طریقی که بفهمه که اینمی آدم است دمو حساب از این روان کردن شما. شما فعالیتاتون از افغانستان از هر جای دنیا که هستین کده برین دیگه بیادر به شما چی میکنه فیسبوک براتون پیسه میده. این $100 $200 $500 $600 این کدام پیسه نیست که در اروپا دولت از او پرسان کنه. نه ولی این پیسه در ما افغانستان بسیار کده پیسه است. یک نفر ایجا زنگ ندن که برای تو پیسه روان بکنه. برش فقط بگو که نمی خدمت تو برای من بگو آیدی کارت همین چیزو تبته، شماره بانک تبته، پیپل اگر داری چیزو داری یا مثلا همین شماره مالیاتی تبته. من در فیسبوک وصل کنم دیگه. همین فیسبوک بیادر درآمدش در اومده رفتن شوه. با این رقم تو میتونی قشنگ چی کنی از فیسبوک درآمد کنی. من شخصا خودم فکر کنم که روزمز واری هستم در فیسبوک. اگر ویدیو پر کنم برام پیسه میآید، اگر ویدیو پر نکنم برام پیسه نمیآید. اینا جدی من که حالا حوصله جمع ندارم. من در یک ماه زیاد که ویدیو زورش که پر کنم 5 تا یا 6 تا زیاد نمیدم. گرچه پیسه هم برای من میده، خوب پیسه میده ولی حوصله‌اش ندارم، وقتش هم ندارم، چون خودم یک تناسون در کل صفحاتم نمیتونم همزمان ما فعالیت کنم. و دیگه برات بگویم که حتی استوری که میذارم، حتی سایت استوری گذاشتن چقدر آسان است که استوری یا داستان پست کنی. از این هم حتی پیسه میده فیسبوک برای من. یعنی در هر کدامش $5 $6 $10 میده. از 10,000 بالا بره $10 میده. میفهمی؟ 2000 3000 4000 نفر ببینن اما $1 $2 $3 $4 میده. این شاید به ما پیسه نباشه ولی در افغانستان یک بسیار کته پیسه است. میفهمید چی میگویم؟ پس شما با فامیل کسایی که در اروپا هستین در فامیلاتون نمی خدمت بکنین که شماره مالیاتیتون رو بدین چیزی نمیشه. هنوز برای شما برای آیدیتون خوبه که در حساب اکاونت بانکی شما پیسه میاد و فردا رو دولت نه ولی توی قید دما کار کردی تقاعد کشیدی پیر شدی برات پیسه داده میته. از همون حساب مالیاتی میبینه که تو چقدر کار کردی چقدر پیسه در حساب تو شیشته میگیره باز تو با اون پیسه رو پس خودت میده. هم زندگی یک نفر آباد میکنی. همین دیگه چیز. این ویدیو طولانی شد به خاطری که ما کامل براتون واضح گفتم. دیگه از ما سوال نکنین. خدا یارتون.